از یه جوون 26 ساله چیزایی میخواید که بابای 56 سالتون هنوز نداره. راسل چقدر قشنگ میگفت به دختران خود یاد بدهید قبل از ازدواج به آرزوهای خود برسن. مردها غول چراغ جادو نیستن. ازدواج پروژه‌ایه که قراره تو توش به نسخه بالغانه تر خودت تبدیل شی تا اینکه بتونی بری سمت آرزوهات، نه اینکه یکی بیاد تو رو برسونه به آرزوهات. فلسفه ازدواج رشد، نه عشق. ازدواج یعنی 2 تا آدم ناتموم، ناقص ولی مایل به کمال، با 1000 زخم از کودکی و با یک چمدون آرزو و ترس و حسرت تصمیم میگیرن با هم همکارشن تا بتونن از وسط طوفان زندگی رد شن. پس با کسی ازدواج کنید که بتونید باهاش برید جنگ. تمام. دختر خانم عزیز، اگه با پسری تو رابطه ای که هر موقع از روز میخوای میاد پیشت و جواب پیامکات هم سری میده، اون پسر عاشق نیست، اون علافه. پسرایی که اهل زندگیان کف کافه ها پلاس نیستن، اونا از صبح تا غروب مشغول کسب و کارن. آقا پسر، اگه با دختر خانومی تو رابطه ای که نصف حرفاش به جای آینده و اهداف و دانشگاه و کار در مورد مدل لباس و کاشت ناخن و تتو زدن و مهمونی آخر هفته است، برو همین امشب در خونه مامانش پیادهش کن تا از فردا با بچه‌های 5 ساله محلشون به خاله بازیش ادامه بده. مدت کوتاهی پس از ازدواج عشق شور و هیجانش رو از دست میده. از اون لحظه به بعد یا همه چیز تموم میشه یا تعهد و مسئولیت شروع میشه. ازدواج خاله بازی بچگیان نیست. ازدواج قشنگترین رنج مقدس دنیاست. اگه توانشو ندارید زیر بارش نرید و یک انسان بیگناه رو هم بیخود به دنیا دعوت نکنید. اگه برای فرار از تنهایی دارید ازدواج میکنید، بدونید که با ازدواج تنهاتر میشید. اگه برای فرار از خونه پدری دارید ازدواج میکنید، بدونید دارید از چاله تو چاه میافتید. کت و شلوار دومادی و لباس توری عروس فقط برای شب مراسم. اگه واقعا میخواید زندگی عاشقانه بسازید، باید هر دوتون حاضر باشید لباس رسم بتن کنید.